اکنون شکر محمد میرمحمدов رو ما میبینیم دوستان عزیز. شکر محمد میرمحمدов دوستان عزیز میبراید پهلوانی که ما درباره‌اش گفتیم و امید کردیم که پهلوانی ما خوب هنر نمایی میکند. ماریا یاوانده پهلوان از کوراساو، یکی از کشورهایی است که در نیدرلندیا نزدیک نیدرلندیا جوگیر است. و شکر محمد میرمحمدов حالا کمربند پهلوان را گرفت. اوه وزاره فکر میکنم برای شکر محمد میرمحمدov افتادن رقیب اونقدر مشکلی هم ندارد. ماریا نماینده از کوراساو، دوباره شکر محمد میرمحمدov رقیب را آستین میگیرد و برای افتادن او کوشش میکند. دوباره برای 2000 تقدیم به ایپان است. آفرین، دیدار اولی شکر محمد شکر بر این شهر داد. اکنون دوباره میبینیم که آینده چگونه است.